امروز میخوایم ازش اعتراف بگیریم، ببینیم حسش به شما چیه. از کارت های تاروت درخواست میکنیم که احساسشو به ما بگه و اعتراف کنه چه حسی و چه ذهنیتی نسبت به شما داره. هر کدومتون اسم شخصی که میخواین براتون اعتراف کنه رو تو ذهنتون بیارین. حتی میتونید 3 نفر رو انتخاب کنید و دسته‌ای رو براش انتخاب کنید. دسته اول، دسته دوم و دسته سوم. برای دسته اول بریم ببینیم چه اعترافی داره، چی میخواد بگه، احساسش چیه. این شخص احساس قلبی یا شرایط قلبیش نسبت به شما اینه که روی شما قدرت داره و زیاد، حالا جالب نیفتاده، زیاد از این رابطه‌ای که داره، از این شرایطی که داره مطمئن نیست، یا حالا خوشحال نیست، یا دوست داره که به شما سروری کنه، حرفشو به کرسی بشونه، هر جوری شده خودشو به شما تحمیل کنه و احساسش اینه که من قدرتم نسبت به شما بیشتره و شما باید حالا زیر مجموعه من باشید، هر جوری که من میگم رفتار کنید و دوست داره به اجبار هم که شده از شما درخواستشو بگیره و چیزی که ازتون طلب داره رو بگیره، کاری که میخوایم براش انجام بدیم. اگر این شخص احساسی شما باشه، میگه قلباً شما رو دوست داره، عشق افتاده، حس عشق بهتون داره، احساس خیلی خیلی شاد و مثبتی نسبت به شما داره، ولی خودش رو سرد نشون میده و سعی میکنه که به قولی شماها رو پررو نکنه یا یه کاری نکنه که بخوای جلوش وایسی و در مورد چیزی که حالا دلش نمیخواد باهاش صحبت کنیم. کلا میگه این شخص توی هر موقعیتی از زندگی شما که باشه میخواد یه سری شرایط، یه سری موقعیت ها رو به کرسی بشونه. مطمئنم با زور و حالا با اخلاقیات تندی که داره این قضیه رو به کرسی میشونه، مدام داره بهت فکر میکنه، در رابطه با آینده با فکر میکنه و میخواد این رابطه رو نگه داره جوری که میخواد. بعد اینجا افتاده که شما رو یک شخصی میبینه که این شخص خیلی قدرتمنده، خیلی اوکیه، برای همینه که دوست داره روی شما نفوذ داشته باشه، حرفشو به کرسی بشونه، شما رو خیلی خیلی قبول داره و شما جزو سرنوشتش، یعنی یه جورایی شما جزو یکی از 5 تا چیز مهم زندگیشین، 5 تا آدم مهم زندگیشین، 5 تا کار مهم زندگیشین که شما رو در نظر داره و مطمئناً شما نفر اول هم هستید تو این 5 تا. مطمئن باشید که اگر احساس سردی داری ازش، نه، این احساس سردی نیست. این آدم میخواد تو این رابطه به قدرت برسه و شرایط یا موقعیت ها رو برای خودش بکنه، ولی شما رو دوست داره، احساسش بهت خوبه. اگر قصد همکاریه، این قصد همکاری رو داره و اگر شخص زندگی و همسرتونه، مطمئناً روتون حسابهای خیلی بزرگی رو باز کرده. منتهاش اینه که میخواد قدرت خودش رو به شما نشون بده و یه جوری آلفا باشه تو این رابطه. بریم دسته دوم ببینیم احساسش، اعترافش به شما چیه و چرا مثلا حالا این رفتار رو داره و حسش چیه. این شخص خیلی مرموزه، خیلی پنهانکاره، خیلی آدمیه که احساسش رو شما نمیفهمید و معمولا باید کلنجار برید با همچین آدم‌هایی تا به یه نقطه خیلی خوب و یک عشق و یک شرایطی برسین که به آرامش تو این رابطه برسین. گاهی یک سری حرکت‌های رمانتیک هم براتون انجام میده یا تو ذهنش هست، ولی معمولا این آدم سیاه‌سفیده و 2 تا چارتای خودش هم گم میکنه. ولی چیزی که هستش در رابطه با این شرایطی که میخواین شما اعتراف کنین، بهتون اعتراف کنه که چه حسی داره، میگه این آدم شما رو واقعا دوست داره و از صمیم قلب بهتون فکر میکنه، همه جوره میخواد یه جورایی آرامش و آسایش رو توی زندگیش با شما داشته باشه. از پرخاشگری‌هات ناراحته، از اینکه تند میری، از اینکه زود عصبی میشی، خیلی ناراحته. به زمان بیشتری باید بدی تا در مورد شرایطش با شما صحبت کنه. جالبه که دوروبرش آدم‌هایی هستن که خیلی
در مورد شرایط احساسی این دخالت میکنن یا چیزهایی بهش یاد میدن، ولی چیزی که تو ذهن اینا یک کلمه: من این شخص رو دوست دارم، این شخص اول زندگی قلبی منه و این شخص با وجود مشکلاتی که با هم دیگه داریم یا با وجود شرایطی که پیش اومده باز تاج سر منه، باز من این آدم رو دوست دارم. هیچ جای زورگویی نمیخواد بکنه ولی حالت سردی داره. معمولا شما رو تو بلا تکلیفی قرار میده و تو دوراهی با رفتارش، ولی مطمئن باشید که به زودی بهتون اعتراف میکنه و شما رو توی جایگاهی که هستید قرار میده. 6 زمان طولانی، شاید 6 روز، شاید 6 ماه در مورد این آدم همین جوری بلا تکلیف شاید بمونید و تو دوراهی باشید باهاش، ولی سرنوشت شماها رو به هم گره زده. پس این آدم یک تاز زندگی شماست و شما نباید نسبت به این سردی و ترس و نمیدونم بهد و حیرتی که نسبت به این آدم دارید و به هیچ نتیجه‌ای باش نمیرید توجه کنید، چون به زودی براتون اعترافی داره در رابطه با احساسش و در رابطه با عشقش. بریم بچه ها تا اینجای فال اگه خوشتون اومد لایک کنید و بریم دسته سوم رو ببینیم توی دسته سوم چه اعترافی داره، چه چیزی رو میخواد بگه در مورد احساسش و ذهنیتش رو شما. توی دسته سوم این شخص کلاً در مورد شما تو دوراهی قرار گرفته و یه جورایی سفت و سخت بلا تکلیفه یا اصلا نمیدونه کلاً شما رو دوست داره، این رابطه رو میخواد ادامه بده یا نه. توی خلوت خودش که قرار میگیره به شما فکر میکنه، مدام به این فکر میکنه که آقا این شخص یا این کسی که انتخاب کردم خیلی آدم ایدئالیه، آدم نترسیه، آدم کاربلدیه، آدمیه که خودش رو میزنه تو دل زندگی، همه کاری برام میکنه. ولی وقتی در مقابل شما و در رابطه با شما قرار میگیره یه جورایی دل میشه، میگه شاید شخص بهتری هم پیدا کنم، شاید به خاطر شکل و شمایلتون باشه، شاید به خاطر رفتارتون باشه، یکم بیشتر به سر و وضعت برس، یکم بیشتر لبندی کن، یکم بیشتر سر و زبون بریز. اگه آقای هستی سعی کن یه سری سورپرایز ها داشته باشی تا بتونی دلشو به دست بیاری. در غیر این صورت این آدم الان تو دوراهی تو این رابطه قرار داره و منتظر یه جرقه است. پس بحث و دعوا و کشمکش اصلا باش راه نمیزنی که اصلا الان وقتش نیست. اگر منتظر یه سورپرایز هم ازش هستی، این آدم سورپرایز کنی نیست، آدمیه که میگم الان توی بلا تکلیفیه و نمیدونه میخواد چیکار کنه و اعترافش رو شما اینه که شما رو دوست داره، خیلی هم براش عزیزی، خیلی هم بهت حس خوبی داره، ولی عاشقت نیست. یعنی میگه من شاید برنامه ازدواجم آیندم با تو نباشه، ولی این رابطه رو دوست دارم، نمیخوام تو رو از دست بدم. تو مثل گنجی برام، همه جوره اوکی هستی، اگه توی کار باهاش داری کار میکنی تو همه جوره کار رو راه میندازی، ولی یه سری رفتارهای بدی داری که این آدم رو به شک انداخته. ولی همه جوره میدرخشی اون وسط، میتونی راهتو درست کنی، خودت باید این راه درست کنی، چون آدم چشمش دنبالته و فقط یکم ترسیده که این رابطه تهش زیاد جالب تموم نشه. اینم احساس در رابطه با دسته سوم. دوستای عزیزم، اینجا میخوام باز از کارت های تاروت یه بار دیگه بپرسیم احساس کلی شخص مقابلمون چیه. خیلی از دوستا در رابطه با این میپرسن که چجوری میتونیم احساس شخص مقابلمون رو بفهمیم و چجوری نیت کنیم. توی فال بعدی اینو براتون توضیح میدم. بهتره که زمان زیادی بذارید برای کارهاتون، برای احساساتتون. حالا بریم روی دسته اول، دسته دوم و دسته سوم. با سوال میپرسیم، حس واقعیشو در میاریم. بچه سوال ازتون دارم، واقعا الان این روزها خودتون احساستون به شخص مقابلتون چیه؟ لطفا برام کامنت کنید. دوستش دارین؟ تو بلا تکلیفی هستین؟ نمیدونم تو یک رابطه دوتایی هستین؟ تو دوراهی موندین؟ اینو برام کامنت کنین. خیلی ممنون. خودم برام سوال شده این چیزا. خب بریم. از بس که من مشتریام از همین سوالا رو میپرسن، نمیدونیم باید چیکار کنیم.
احساس دسته اول 100%. ببین واقعا داره به ازدواج باهات فکر میکنه، واقعا اعترافش اینه که بیا با من ازدواج کن، من تو رو دوست دارم، عاشقتم و این رابطه یک رابطه عشقی واقعی خواهد بود. در رابطه با اعتراف و خواستش از شما توی دسته دوم هم میگه صحبت ها به ازدواج کشیده میشه انشالله، ولی این عشق 100% نیست. فقط این آدم به خاطر موقعیت ها و شرایط قلبیش میخواد سمت شما بیاد و موقعیت های خوبی که شما دارید، چیزهایی که از شما دیده، ولی باز هم روی این رابطه میتونید به ازدواج برسید. ببین همون جواب رو داره بهتون میده. و دسته سوم ببینیم بالاخره چی میشن. دسته سوم 90% داستان دست خودتونه. 90% باید زحمت بکشی تا این رابطه رو به یک رابطه خوشایند تبدیل کنی. یعنی چیزهایی تو این رابطه هست که داره این آدم رو دل سرد میکنه، براش زحمت بکش، بذار به دستش بیاری. بهترین ها بدرقه راهتون باشه و انشالله که توی فالهای بعدی میبینمتون. سوالمو حتما توی کامنت جواب بدید بچه ها.